به ماشینا. یه زمانی لامبورگینی داشتم، دیدم چه چیز مسخره‌ایه. هر وقت میری بیرون زمین و زمان میخوان ببخشید لنگشون رو برات وا کنن. به قرآن داشتم توی اتوبان میرفتم، دختره سینه‌شو میزد بالا میچسبون به شیشه. سلام برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم امروز با الکس از تگزاس. چطوری الکس جون؟ قربونت. سلام سایل جون، خوشحالم که میبینمت برای بار اول. همینطور. خب بگو ببینم داستان چیه امروز، چرا اینجاییم، چی شد که خواستی بیا اینجا؟ والا ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، گفتن که آقای سوال اقتصادی از تو خوشش اومده بیا جلو. من تو اینستاگرام همه اسم منو با علی بخردی میشناسن. از 5 سال پیشم به خاطر بیکاری من خودم رو خیلی زود بازنشست کردم وسط 40 سالگی. بچه دار شدم، خیلی کار میکردم قبلش، بعد اصلا کلا رشته‌مو گذاشتم کنار، بچه داری، و بعدم افتادم تو ماشین بازی و این صحبت. از 5 سال پیش اینستاگرام شروع کردم به ویدیو درست کردن و راجب ماشین، منتها خیلی من بیشیله پیله با یه لهجه اسپونی مثلا با آمریکایی قاطی شده، چون من 30 سال اینجا زندگی میکنم. یهو گرفت، یهو من دیدیم مثلا 70 80 هزار نفر فالوور و بعد 100,000 نفر. ولی بعد دیگه یه مدتی دیگه ول کردم، سفرم از شدم ببندم، خیلی جهتگیری‌های سیاسی شد. آره. چرا؟ آره. برای اینکه من نمیخواستم سفرم سیاسی بشه. وقتی این اتفاقای تو ایران افتاد همه گیر دادن که چرا چیز نمی‌کنی و بعد هی به ما تهمت زدن و اصلا میدونی ایرانی‌ها که بخوای باشون خوب باشی یه جوریه، باشون نخواهی. خب مثلا کلا یک سال خورده ای سفرمو بستم، برای اینکه خیلی داشت حاشیه میرفت همه چیز. بعد دوباره باز کردیم، برگشتیم و خیلی حالا تو بعضی هستن خیلی از من خوششون میاد چون من یه اطلاعات خاصی و راجع به ماشینا میگم، چون انقدر الان ببخشید تو سر هر کی میزنی بررسی خودرو انجام میده به همه جا دنیا و خب. ولی من خودم 50 تا ماشین دارم، همونش که میتونی ببینی پشتم، و هر ماشینی مثلا دوست دارم میخرم، بعد همون مثلا بررسیش میکنم. نمیرم مثلا بگم ماشین این برای چیزه. خب اول توضیح بده که از کجای زندگی رسیدی به اینجا که بتونی 50 تا ماشین بخری. این خوش موضوع خیلی جالبیه که من دوستم بشنوم اگه اوکیه. حتما. ببین من سن خیلی کمی اومدم، من خیلی سن کمی منو فرستادن آمریکا تک و تنها که اینجا بریم درس بخونیم و این حرفا. اولش بیزنس خوندم، بعد رفتم تو خط دندون پزشکی، مثل تقریبا 92% ایرانی‌ها که میان بخوان یا دکتر بشن یا دندون پزشک بشن. و بعد تو همون زمینه خودداری کار کردم. ولی یعنی دندون پزشک شدی؟ بله. علت اصلی موفقیتم فکر کنم این بودش که ما شروع کردیم هی کلینیک‌های مختلف باز کردن و هر جای باز می‌کردیم اون ریال استیتش رو می‌خریدیم با درآمدی که داشتیم و یه مقداری از اون ریال استیت رو همیشه اجاره میدادیم. مثلا یا شاپینگ سنتر بود از این یه طبقه ها فلت ها که مثلا چند تا یونیت هست، یا آفیس بیلدینگ، و بعد با 2 نفر شریک داشتیم با هم دیگه. سال 2016 بود بیزینس رو فروختیم ولی ریال استیت ها رو نگه داشتیم. یه پول قلمبه‌ای بالاخره اومد دستم، باز من اون مقداری تو ریال استیت یا توی زمین و ملک و تجاری بیشتر چیز کردم، سرمایه گذاری کردم و خب درآمدی که دست اومده بود و تصمیم گرفتم یه کار نکنم. قبلش یعنی ببخشید بیزنس دندون پزشکی رو فروختی، درست میگم؟ بله. شما گفتم ما چند تا کلینیک داریم یه دندون پزشک بدون رو بخره. درسته با اون شریکایی که داشتیم. ولی جالبی بود که بیزنس رو فروخت 8 بیزنس رو فروختیم ولی ملکش رو نگه داشتیم، یعنی اونا هنوز یعنی دارن اون آدم مستاجرت شد. دقیقاً. در کنار این که مثلا خب مستاجرای دیگه هم کنارش داریم. همون کاری که کمپانی گنده با رد لابستر کرده تو. دقیقاً. ولی من شریکای کله گنده ای الان دارم که تازگی باشون، یعنی تازگی مثلا 6 7 ساله باشون چیز شدم، که اینا یکیشون یکی از بیلدینگ هایی که اینجا داریم تسلا مستاجر ماست. باورت میشه؟ یعنی یکی از شعبه هاش یا مثلا چیزش؟ یکی از شعبه هایی که کار مکانیکی انجام میدن، ماشیناش سرویس سنتر. یه تسلا تا 30 سال دیگه مستاجرته. احتمالاً بفروشیم بیلدینگ رو بهشون، چون خوب پول میدن دیگه، تسلا خوب پول داره. ولی نمیدونم، من یه سهم مثلا کوچیکی اونجا دارم ولی بیشتر الان اینکامم یا درآمدم از جانب همون ریال استیت ها هستش و خودم گاهی وقتها خیلی دوست دارم. مثلا فکر کنم که من باید از اولا میرفتم تو این کار که مثلا کانستراکشن بکنی، حالا بساز بفروش نباید چون من خودم ساختن خیلی خوشم. آره، هم دید خوبی دارم، هم ایده های خیلی زیادی همیشه تو ذهنم میاد.
صبح یه استوری گذاشتم توی صفحه اینستاگرامم، گفتم من یه ذره بیشتر پول داشتم میمدم وسط دانتان یه زمین پیدا شده میخریدم، یه پارکینگ 8 طبقه میذارم، چون یکی از راحت ترین راهایی که تو میتونی پول در بیاری، لو مینتیننسش پایینه، پارکینگ لات درست بکنی وسط یه جای شلوغ، یه دستگاه بذاری برات پول جمع بکنی. یه کار دیگه ای که کردیم، اومدیم یه دونه استوریج، یه زمین داشتیم، ایکر نمیدونم به متر چجوری تبدیل میشه، تقریبا 8 ایکر بود. 4000 متر هر ایکر. آره 8 ایکرش 8 ایکر بود. برداشتیم استوریج یونیت درست کردیم که اونم خیلی باز بستگی به جاش داره. یه جای نزدیکی یه دونه لیکه که مردم قایقاشون استور میکنن. فقط اونجا ساختمون نشسته، میان قایقا رو پارک میکنن و بعد یه ایده که حالا باز ایده‌ش هم من نبود، اینه که اومدیم کنار استوریجا آفیس استوریج درست کردیم. مثلا تو فرض کن میخوای ببین اگر از بحث دارم پرت میشم بگو، من همینجوری دارم همینه، ما میخوایم یاد بگیریم موفق چیکار میکنه، چه چیزی زندگی میکنه، حالشو ببریم. یکی از کارهایی که کردیم بود که اومدیم و گفتیم که آفیس‌های کوچیک درست بکنیم. مثلا یه استوریجا که دیدی که حالا چجوریه، یه رول اپ داره میره بالا، چیزا آتاشخالات میذاره میری. بعد ما یه گوشه جلو اینو برداشتیم آفیسش درآوردیم که مثلا فرض کن آقای سهیل اقتصادی، حتی قبل از کووید بود، الان که دیگه همه تو خونه کار میکنن، تو میخوای یه بیزنسی بزنی که نمیخوای بری کانترکت ببندی یه سال یه جا چیز باشه، ماهیونه میای اینجا رو میگیری، ماهی تازه مثلا 1/3 یه جایی که بعد یه آفیس بیلدینگ بعد پول بدی، ماهی $500، ماهی $400. هم کنارش یه استوریجه، همینجا یه دونه آفیس داری که نه پول برداشت میدی نه هیچ. 10 تا از اینا، من اینا رو گفتم بیا همه رو اینجوری بزنی، ولی ببین همیشه کار شراکت اینه که آدمای دیگه نظرشون رو تحمیل میکنن. این 10 تا همیشه حتی توی کووید آدمایی بودن که ماسک درست میکردن، از سانیتایزر هند و اینا درست میکردن، میومدن این آفیس‌ها رو میگرفتن، هم از اونجا با لپتاپشون کار میکردن چون خنک بود، پشتش هم مثلا پلت گذاشتن پر از ماسک و نمیدونم این چیزا که این ور اون ور هم زیاد بیاد میاد 2 تا استوریج اجاره میکنه، 2 تا استوریج دیگه میگیره. دقیقاً. و برای ما اصلا ما آدم اونجا تننت فقط یکی، چون اون آفیس جلوئه که دیدی رفتی مثلا یو هال استوریج مثلا پابلیک استوریج میری، فقط اونه که اونم از 8 تا مثلا 6 بعد از ظهر کار میکنه برامون. و من همیشه میگم که اینجور بیزینسایی که خیلی پسیو هستش، یعنی تو پولتو میذاری اون خودش واسه خودت پول در میاره، به نظر من خیلی بهتر از اینه که بری خونه بخری این ور اون ور با مستاجر سر و کله بزنی یا با اون چیز. میدونی چی میگم؟ من هیچ وقت واسه همین داخل مثلا رزیدنشال نشدم که بخوام اونجوری پول چیز کنم. و خب بعد از حالا استاک مارکت هم یه مقداری کار میکنم، فکر کنم تو هم کار بلد تو استاک مارکت هستی. من خیلی چیزم دیگه، یعنی ترسوانه کار میکنم از این ریسک پایین. استاکم خودت میدونی چجوریه، یه شب فکر میکنی که یعنی صبح بیدار میشه میگه من پادشاه دنیام، این همه پول در آوردم براش این کارو میکنم اون کارو میکنم، فرداش همش میخوره زمین تهش در میاد دیگه. ولی strongly believe که هیچ وقت اینا تو آنجا میگن تمام تخم مرغات توی بسکت نذار. حتی مثلا توی دوران کووید من خیلی از این ماشینا رو خریدم، باید میفروختم. مشکل من با ماشینا اینه که خیلی بهشون دل بسته میشم و روشون کار میکنم، خودم ماشین موتورشو مثلا میارم پایین عوض میکنم، حتی یه مکانیک داشتم برام کار میکرد. ماشینا میتونست خیلی بهتر از استاکم باشه. چرا؟ چون مثلا ماشینای کلاسیک هیچ وقت قیمتش پایین نمیاد، در صورتی که استاک ممکنه یه ظرف یه شب 10 برابر بیفته. میدونی داستانایی که پیش اومد حتی دوران کووید. بچه‌ها بگم بچه این پشتش که ماشینا رو می‌بینین چیز نیست، گرین اسکرین نیستش، اینا تو گاراژش نشسته. کیک نیست. کیک نیست. خلاصه دیگه آره اینجوری. بعد خیلی ماشینای آلمانی دوست دارم، وحشتناک. یه مکانیک هستش توی الی همیشه تو اینستاگرام ویدیو میذاره میگه آشغالی ترین ماشین آلمانیه BMW. آره رفیق منم هست، هی هم میگه بیا لایو بذاریم، میخواد شاخ منو بشکنی. میدونی چیه سهیل؟ بدبختی اینه که نگاه تعصب‌آمیزی که مردم ایران یا اصلا کلا ممالک شرقی دارن به هر چیزی، ببین اسم یه چیزی بد در میاد، خب دیگه تا آخر عمر تو ذهن اینا حکه که آقا ماشین آلمانی آشغاله. خب در صورتی که نمیگن که خب مثلا ما یه کشوری داریم زندگی میکنیم مثل آمریکا یا کانادا، هر سال میان کانسومر ریپورت میگیرن، این کمپانی‌ها باید کاستمر سرویسشون بیشتر، یه کامپتیشن خیلی بالاییه. خب از لحاظ ایرانی‌ها به نظر من هر چیزی که پیچیده باشه بده، هر چیزی که مینتیننس داشته باشه بده. یعنی میخوان یه چیزو کمال استفاده رو ازش بکنن، داغونش هم بکنن، خب ماشینم آخ نگه. It's not possible. همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. چیزی که منو ماشینای آلمانی خیلی منو مجذوب به خودش کرده مهندسی و اوور انجینیر، یعنی بیش از حد فکر میگذارن توش و پیچیده میکنن طراحیش. واسه خیلی‌ها مسخره است. منم مطمئنم از لحاظ مکانیکی که میخواد یه چیزو درست کنه سریع پول در بیاره
شاید خب دیزاین بعضی از ماشین‌های آمریکایی یا از مکانیکش خیلی سخته، ولی همونجوری که می‌بینیم چقدر طرفدار داره، همه چقدر داشت میگن دمت گرم. آره راست میگی. چرا؟ چون اینا یه آدمایین که میرن ماشین‌های دست دوم آلمانی یا اروپایی میخرن وقتی که به خرج افتاده و تمام درداش همون موقع‌ها هستش. گاهی وقتا ماشینا رو میسازن برای یه قشر خاصی. هر کسی شاید بتونه بنز بخره، ولی تو آمریکا و کانادا خودی میتونی یه بنز اس کلاس رو $5000 بخری. همون موقع که خریدی باید $10,000 خرجش کنی. خب پس با این مایندست اصلا جور در نمیاد، مگر اینکه عشق ماشینی برات خرج کردن روی خودرو اصلا مثلا مهم نیست اونقدر. واسه همین من فکر میکنم که واسه اینکه این دوستمون قد کارش گرفتین که خب ایرانی‌ها به یه چیزی که اعتقاد پیدا میکنن دیگه سخته از توی فکرشون در آوردن. حالا من نظر از تجربه شخصی که داشتم، خب چون ایرانیم و توی قشر مثلا بچه پولدارا بودم، من تمام دوستان بی ام دبلیو داشتم. می‌دونی مثلا همه بچه از روز اول که میشد شاید بابا باشه ماشین دیگه می‌خرید، این برای 3 سالش به باباش قور می‌زد که چرا این آشغالا واسه ما خریدی، بی ام دبلیو می‌خوام، و ماشین بعدیش میشد بی ام دبلیو. برای همین همه رفیقای من بی ام دبلیو نو داشتن مال سالیان که او 6 سیریز اومده بیرون. 6 سیریز ساختن، 6 سیریز وجود نداشت واسه مثلا 5 سال 10 سال گذشته. بعد دوستم زنگ که آره من مثلا سومی ونکوور رو خریدم. خب من تو این قشر زندگی میکردم و چیزی که دیدم، خب مثلا میگم یه نفر بود مثلا رنج روور دوست داشت، یه نفر بود مثلا چه میدونم مثلا میگم من ماشین ژاپنی دوست دارم، مثلا جی تی آر اصلا میگرفت. ولی چیزی که به چشم میدیدم این بود که اکثرا با بی ام دبلیو مشکل داشتم. بنز خیلی نه. بنز خیلی چوسیش بالاست، یعنی اذیتت میکنه. میگه آقا بیا روغن رو پیش من عوض کن، $1000 بده، روغنی که اون یکی ازت میگه $100، ولی میتونی بری اونجا $100 عوض کنی، ولی من دیگه این چراغو خاموش نمیکنم، این همیشه بوق میزنه، مینتیننس میخوام. میدونی بنز انگار مثلا خواهرتو میگه دستش، میگه که من میخوام دو اذیتت کنم. دقیقاً من از این بنز خوشم نمیاد. بی ام دبلیو اصلا انگار خودش نمیدونه داره چیکار میکنه، یعنی هر دفعه هر ماشین میسازه برای 3 ماه این چراغ روشن میشد. من خاطره دارم شاید با مثلا 20% دوستام که بی ام دبلیو داشتن رفتم میذارم تو خیابون پیکاپ کردم، چون من بیکارم همیشه خونم به من زنگ میزنن. میگم به خاطر همین خیلی شدم. بعد میگم مگه ماشین تو 3 ماه پیش نخریدی؟ میگه چرا؟ چراغ روشن گفت برم بغل وگرنه موتور میسوزه. بعد میگم خب آقا ما هوندا سوار شدیم، نمیدونم بنز سوار شدیم، نمیدونم بنتلی سوار شدیم، جیپ سوار شدیم، چرا اینا یه بار نشده تو زندگیمون بزن بغل انجین داره میسوزه؟ چرا این فقط میفهمه تو همه ماشین انجینش داره میسوزه؟ و اگه تو انقدر شوره که میفهمی چرا این گو درست نمی‌کنی؟ چرا بقیه همه تونستن؟ من میدونی من این بود که من عصبی کردم بی ام دبلیو. من وقتی اومدم اینجا مثلا همه ایرانی‌ها عشق بی ام دبلیو بودن، واقعا بی ام دبلیو، و انقدر باش مشکل دیدم، همه باش مشکل متفاوت داشتن. اگر یکی هم از اون قشر دیگه بود به قول شما و میگرفت ماشینو، اون خرجا رو میدیدی میگودی او این نوعاش تازه ما فکر میکنیم بعده، ببین دست دومش چه برسه دست دومش. بعد من این حساب با بی ام دبلیو بیف پیدا کردم، گفتم آقا من فکر میکنم ماشین خوبی نیست. حالا میخوام نظرت راجع به این حرف من بدونم. من بدشانس بودم؟ چه جوری؟ دوستان ما رانندگی بلد نیستن؟ تجربه تو چه جوری بوده؟ چون کلیری تو بهتر باید تجربه داشته باشی از من. درسته. ببین این یکی از اون برنداییه که اینجا تو آمریکا میگن you either love it or you hate it. خب یعنی یا واقعا عاشقش میشی با تمام مشکلاش هم وامیستی، یا اینکه خب بدت میاد. خب این ماشین نیستش که واسه همه ساخته شده باشه. بسیار ماشین پر استهلاکی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه بتونن پرفورمنس و مخصوصا از مدل‌های قوی ترش بگیرن، کامپرشن اویل یا روغن تو موتور بسیار فشارش زیاده. خب و معمولا تولید گرمای بسیار زیادی میکنه، مخصوصا وقتی که تکنولوژی توربو رو معرفی کردن. اصلا من خودم باور نمیشه چند تا ویدیو تو صفحه‌ام درست کردم، قبلا حتی یوتیوب هم داشتم، نشستم از ایرادای بی ام و گفتم من یه آدمیم که اینا رو به چشم خودم دیدم. مثلا اومدن یه تکنولوژی معرفی کردن به اسم هات وی، یعنی اینکه یه وی موتور وی شکل که میشه میگن V8 مثلا V6. خب بعد اومده بودن توربو رو گذاشته بودن وسط این چیزا وی موتور. خب بعد اینقدر این توربو داغ میکرد که اصلا موتور رو کلا آب میکرد تمام چیزاشو. بعد از مثلا فرض کن 50-60 هزار مایل تیاش که موتور چی بشه. هر چی رو به جلوتر اومد بی ام و متاسفانه
تکنولوژی‌های زیاد. ببین بیش از حد تکنولوژی، اینا اولیه‌ای که معمولا یه تکنولوژی رو معرفی می‌کنن، بعد مثلا فرض می‌کنی می‌بینی که توی ماشین‌های دیگه میاد. خب چون پتنتی هم نیست، اینا یه تکنولوژی که کمپانی میذاره، بعد کمپانی‌های دیگه میان و به تدریج اینو آداپت می‌کنن میذارن. یه زمانی داشتن کامرای عقب تو فقط رو ماشین‌های لوکس بود، الان دیگه ببخشید در نمیدونم هیوندای هم که وا می‌کنید کامرای دند و عقب داره، چون جزء قانون‌های ایمنی و استاندارد شد. BMW یکی از این کمپانی هستش که همیشه حرف اول و بنز همینجور توی تکنولوژی‌ها میزنه، ولی این تکنولوژی‌ها خرجش میفته به عهده اون مصرف کننده و مینتیننسی که روش هست. خب هر چیزی که تازه میاد یه باگی داره دیگه، درسته؟ تو فرض کنیم در هر تکنولوژی جدید، همین کامپیوتر و لپتاپ جلو نمیدونم اینا تا بیان باگاشو رفت، تو ما هوس تا آپدیت داری، بعد دیگه آپدیت نداری تا 6 ماه دیگه. ولی معمولا اینجوریه. ببین اینا که باید این آپدیت ها مثلا انجام بشه، ولی بعدیش اینه که میفته خرجش کردن اون مشتری و اون کانسومر، و بعد تا میان درستش بکنن هر 5 سال یه بار یه ماشین جدید، یه نسل جدید، یه پلتفرم جدید میاد. چرا تویوتا، حالا تقریبا میتونم بگم تویوتا هم ایراددار شده خیلی تازگی‌ها، چرا تویوتا یا ماشین‌های ژاپنی میگفتن مرگ نداره؟ چون یه چیزی که خوب میشد نگرش می‌داشتن تا 10 سال تا 15 سال، بعد ما قور می‌زدیم میگفتیم تویوتا همه چیزش قدیمیه، تکنولوژی جدید معرفی میکنه، چون مشکل نمیخواستن داشته باشن با ماشیناشون. خب و اینکه این BMW و بنز و اینا. بعد یه چیز دیگه از من یه ویدیو تو صفحه‌ام گذاشتم به اسم پلان obsolescence، یعنی منسوخ شدن‌های با منظور، یعنی یه تاریخ مصرف مشخصی. حتما تو یوتیوب دیدی یه ویدیوهای درست کردن، یه پرینتر می‌خری ظرف یه سال داغونه، میخوای درستش کنی خرجش بیشتر از اینه که بری یه پرینتر نو بخری. چیکار میکنی؟ یه پرینتر جدید میگیره. اینو واقعا واسه داستان واسه طرف تعریف کنم چون خیلی جالبه. من یه پرینتر، چون اینو کم کسی میدونه، چون من کارم جوهر بود و بیزنسم هم به قول معروف با پرینتر بود، یعنی مثلا اوردر رو پرینت کنی اینا. من از پرینتر خیلی خوب نگهداری میکردم، چون شاید هیچ کسی مثل من پرینتر رو نمیفهمید، مگر اینکه تو بیزنس من بودی، چون من باید میفهمیدم پرینتر چجوری میتونه خراب بشه، چجوری درست میشه. هزاران آدم داشتن از من جوهر میخریدن و اینا هی به من ریپورت میدادن که این خراب شد اون خراب شد. واسه من خیلی اطلاعاتم روی پرینتر خوب بود و به خاطر این از پرینتر خیلی خوب نگهداری میکردم. من یه پرینتر داشتم که مثلا خریده بودم ارزون، این جوهری هم بود. حالا هر کسی بیزنس من داشت تو اون لول، مثلا از این دستگاه گنده ها داره که مثلا 8 تا صفحه پرینت میکنه. من یه پرینتر کوچولو داشتم رو میزم پرینت میکرد. بعد خب خیلی ازش خوب نگهداری میکردم، اینم کار میکرد دیگه. آقا یه روز مثلا 100 تا اوردر اومده بود، زدم پرینت کرد اوردر مثلا 73 یهو وایساد، بعد یه کاغذ پرینت کرد. بعد من میگم وا، شروع کرد چراغاش قرمز زدن، میگم وا چرا این کارو داره میکنه. کاغذ برشتم دیدم نوشته که من از روزی که خریده شدم تا الان 200,000 صفحه پرینت کردم و من بیشتر 200 صفحه پرینت نمیکنم. بعد من بودم what the fuck یعنی چی؟ بعد میگفتم چرا؟ خب نامرد حداقل بگو من این کار امروز رو تموم میکنم، بعد نه خرابم نه شکستم. آقا ما قرار بود حالا بشکنیم، ولی ببینم توی دیوس چیکار کردی تا حالا من نشکستم، بلهام دادم. من دیگه کار نمیکنم. فکر کنم ماشین داره میاد یا خاموش شدی، چرا خراب نیستم ولی دیگه خیلی رانندگی کردی 200 کیلومتر رفتی بخواب بزن و خیلی جالب. این کمپانی واقعا حروم زدم، ببخشید. خواهش میکنم. نه اصلا این یه بحثیه که خیلی ها اعتقاد دارن که اصلا انجینیرینگ پشت پروداکت های جدید اینجوریه که یه تایم مشخصی بهش بدی، planned obsolescence، یعنی برنامه ریزی شده ای که سر یه موقعی خراب بشه. خب چرا؟ چون اصلا به نظر من اگه این نباشه هیچ بیزینسی دوام نمیاد. تو یه چیزی درست کنی که مرگ نداشته باشه، خب هیچ کی نمیاد دیگه، یعنی یه بار میخری دیگه آقای سهیل رفته دیگه، احتیاجی هم نداره، درسته؟ ولی خیلی ظریفه این ایده های پشتش. اصلا میگن از در دهه 20 میلادی کمپانی‌های لامپ سازی بودن که لامپ برق درست میکردن. خب بعد شنیدی داستانش دیگه، اومدن این جلسه گذاشتن گفتن آقا ما بعد یه عمر محدودی بزنیم، بگن تو یه لامپ میگن اون لامپی که ساخته ادیسون هنوز روشنه، میگن تا امروز کار داره میکنه. آره یه دونه فایر استیشن اینجا تو آمریکا که یه لامپی که اصلا میگن 100 خورده ای سال روشنه، و بعد این دامنگیر شد به بقیه تکنولوژی‌ها. و خیلی جالبه، من حتی توضیح دادم توی مودم همین جوریه. مودام همونجوری که دیدی بعد از یه مدتی ابسولنس میشن، بعد از یه مدتی با چی میشن میرن، بعد دوباره سایکلش برمیگرده. دیدی چند بار مثلا یه رنگی مثلا باب میشه میاد میشه. همینم راجع به خودرو. و یه چیز خیلی مهمتر دیگه،
که خیلی‌ها با من مخالفت میکنن اینه که ماشین سازی‌ها از فروش قطعاتشون بیشتر پول در میارن تا فروش خودرویی که به شما میفروشن و این یه جدیتیه. خب مخصوصا این ماشین‌های آلمانی. ببین سیم کشی یه بار یه سنجاب اومد توی این گاراژ ما. خب ما اینجا درش همیشه بسته است و کولر و این حرف، همینجوری در باز بود، سنجابه اومد، هی ما اینور نگاه کردیم مثلا کجا فکر کردیم رفته. 2 روز بعدش تو تله سنجابه رو چون همیشه تله دارم میبرم و جک و جونور زیاد، این سنجاب رفته بود توی یه پورشه، یکی از گرونترین ماشینای من، و سیما رو جویده بود. حالا یا ترسیده بود یا اینجا سنجاب خیلی زیاده، تو کانادا هم دیدم هست. بعد ببین سر چوار خورده بود، بعد ماشین روشن، من نمیدونستم، نفهمیدم، ماشین روشن کردم، چراغاش روشن، میگم ای ماشین مشکلی نداشت، دیدم کولرش کار نمیکنه، بعد ماشین مثل تراکتور کار میکرد اینجوری. خلاص بردیم ماشین نمایندگی، یارو زنگ زد گفت آره یه موش، بعد فهمیدم همون سنجابه بوده. چقدر؟ $16,000 پول یه ست وایر پورشه. چرا؟ چون بعد صندلی‌ها در بیاد. خب اگه این کارا نکنن که کمپانی‌ها پول در میارن. من خرج دادم تو مازراتی، من $27,000 درم اون پلاستیکه که بغلش میره دره چیز شده بود، یه تیکه پلاستیکش خم شده بود یا هشمه تارموزم نمیدونم، بعد وقتی بارون میومده از توی این آب میرفته تو، بعد حرومزادا زیر ماشینو یه سوراخ نذاشتن که آب رفت بریزه پایین، بستن یه جوری مثلا ظرف ایمنی آب تو این جمع شده. بعد منم پارکینگم کجه، میام تو خونه کجه، خب بعد بستگی داشته ماشین رو اینوری پارک کنم یا اینوری پارک کنم. وقتی اینوری پارک می‌کردم آب میرفت جلو میخورده به سیم میما، وقتی اونوری پارک می‌کردم نشه، من بعضی روزا میشستم ماشین رو روشن می‌کردم همه چراغا روشن میشد، آ چی شده. بعد اینو میفرستادیم زنگ می‌زدیم تو تراک من وهمیش میبرد مازراتی، فراری مازراتی ونکوور، میرفت اونجا، اونا میگفتن خب مثلا ما 20 روز دیگه می‌بینیمش، الان که وقت نداریم. اوکی 20 روز دیگه زنگ می‌زد آقا ما ماشین چک کردیم همه چی درسته، چرا تو اون 20 روز خوش میشد. بعد میگفتم اوکی، بعد دوباره برش میادم تو خونه دوباره روشن. بعد ببین 2.5 سال ما دیوونه بودیم که داره چی میشه. بعد وارانتیم تموم شد، یه روز اصلا خیابون دیگه اصلا یه جوری خاموش شد که نفهمیدیم. بعد دوباره رفتم بردیمش اونجا، بعد نمیدونم چی میشه، میگفت اومدیم یه کاری بکنیم که من یهو دست مکانیکشون میخوره به آب، بعد صندلیو میکنه میبینه تمام زیرش آبه. بعد من آقا سیمت تو آب بوده، ما تکنیکی اگه اینو خوش کنیم این سوراخ رو ببندیم تو باید اوکی باشی، ولی ما نمیدونیم. بردی خونه دوباره شد، دوباره بعد اینجا دوباره همه خرجا از اول بدی. وارانتی هم نداری. گفتش $7,000 چارجت میکنیم که اینو تمیز کنیم به تحویل بدیم، $27,000 چارجت میکنیم که اینو بکنیم یه دو نو بذاریم، بعد یه سال هم وارانتی میدیم. گفتم خب $27,000. بعد یارو گفت به نظر من هفته کارت رو میندازه. گفتم آقا بزن $27,000، من میدونم کار ما را نمیفته، بزن راحت باشی. مثلا این داستان شما رو ما با بارون آره نه خیلی بجه. ولی حالا خوبیش اینه که من خودم چون کرم این کارا رو دارم، خب من که میکانیک نبودم که، من همینجوری هی با همه پریدم یه چیز یاد گرفتم و شاید میخونم رو اینترنت، فورم اینترنتی اینا. بعد با یکی از دوستام که رو پورش کار میکنه اومدیم سر سیما، خوشبختانه دیدی سیما میره توی مثلا یه پلاگه، خب از سر اونجا خورده بود، یه ذره چیز داشت. بعد پورش گفت ما اینا رو به خاطر وارانتی سر هم نمی‌کنیم یا سیما رو لحیم نمی‌کنیم مثلا، خب باید همه‌شو عوض کنیم. خلاص آقا ما اومدیم در سر رو بردیم و دونه دونه سیما رو کشیدیم و یواش یواش لحیمش کردیم و بعد دوباره که دیگه دوستام که تو تعمیرگاه خودش تعمیرگاه پورش داره ماشین رو برد زد به کامپیوتر، همه رو ریست کرد و خدا رو شکر حل شد داستان. ولی منظورم که اگه یه آدمی نباشه که خودش دست به آچار نباشه، مثلا تو $27,000 میره، بعدم از اون مرن متنفر میشه دیگه. درسته برمیگه که یعنی چی آخه، مثلا اگه تویوتا بود من با $2,000 میتونستم درستش کنم، خیلی پول زیادیه. برای همین من فکر کنم که اینجور چیزا اولا که به عقیده، مثلا تو فرض کن یه نفر که BMW دوست داره، رانندگی BMW واقعا حرف نداره. چرا؟ چون بالانس توی ماشیناشون خیلی خوبه، یعنی یه جورایی موتور رو یه جا میزنن. اغلب دیدی BMW ها باتریشون عقبه، چرا؟ پشت ماشین رو سنگین بکنن. ماشین‌های BMW اغلب دیدی دریفتایی که میزنن با BMW است. یعنی عشق رانندگی با خیلی از BMW واسه که از دوست دارم، ولی خب it comes at a high price. هیچکی نگفته تو باید یه چیزی بزنی داغونش بکنی بعدم هیچ اخمن به ابروش نیاره. مخصوصا تو ایران متاسفانه کمبود تکنیسیان درست واسه خیلی از این خودروهای آلمانی، نداشتن علم به روز یا نداشتن حتی تولزا و سافت‌ورایی که نیازش دارن که ماشین رو فرض کن آپدیتش بکنن. واسه همین این سوگیری متاسفانه پیش اومده
من خودم یه آدمیم که همه جور ماشین، مثلا الان جلو من یه دونه داج رم نشسته، خب یه دونه داج چالنجر مثلا خریده بودم، یه فیات قدیمی ایتالیایی دارم، خودم روزانه 3 تا سگ دارم، نمیدونم دیدی یا نه، اینا رو با یه وانت تویوتا دارم این ورم و میبرمشون دام پزشکی، میارمشون. من یه شاید حالا چیزی نیست که افتخار بهش کنم، اینقدر در چیز وسیع بوده این اکسپوژرم به ماشینا. یه زمانی لامبورگینی داشتم، دیدم چه چیز مسخره‌ایه، هر وقت میری بیرون زمین و زمان میخوان ببخشید لنگشون رو برات وا کنن. به قرآن داشتم توی اتوبان میرفتم، دختره سینه‌شو میزد بالا میچسبون به شیشه، من نگاه میکردم. بعد دیدم که اینا فقط میدونی چی میگن، چیز سوشال استاتوس دیگه میخواد نشون بدی و خیلی هم هستن حال میکنن این توجه رو میگیرن، ولی واسه یه ماشین، یه آدم ماشین باز مثل من که میخواد بره تو پیچ و موره و ماشین رو در بیاره. من یه رفیق دارم سنش هم بالا 60، الان مثلا الان فکر می‌کنم نزدیک 70 داره میشه، 20 سال میشناسمش. بعد یه لامبورگینی از روزی که میشم لامبورگینی داشت. بعد میگفت جوری که من دختر بازی میکنم جمعه ها میرم توی بار نگاه میکنم میگم کدوم دختر رو خوشم میاد، بعد مثلا یه میز پیدا میکنم 2 تا دختر نشستن روش، میرم رو میز سوئیچ ماشین رو میذارم روی میز، دستامو ور میدارم میگم تا حالا سوار لامبورگینی شدی؟ بعد دخترها جفتش نگاه میکنن با لبخند میگن نه. بعد من هر کدوم که میخوام میگم تو میتونی بیای سوارش شی چون ماشین 2 نفر است. بعد میگه دختره رو میاد میشینه تو ماشین، میگفت تا میشینه تو ماشین میرم جلو دستم میذارم پشت گردنش میرم واسه لب، میگفت 9 از 10 میان جلوشون میگن لب دادن. بعد لبو که میده میگفت همون موقع دستام میکنم سینه‌ش هم میگیرم. بعد میگفت اگر 1 از 10 باشه میاد کش عقب میگه نه مثلا دوست دارم لب بدم، میگم که اشکال نداره اما ماشین برو بیرون. میندازمش ماشین بیرون. میگفت فقط تو فاصله 3 دقیقه تا 10 دقیقه دختری که میخوام پیکاپ میکنم میبرم خونه ترتیبش میدم، فردا مثلا تلفنشو ندارم. برای همین لامبورگینی خیلی داستان جالب همین تو میگی شنیدم.